زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. میگویند امروز فرزندان عزیزشان برای مادر که جشن زادروز، جشن میلاد عمر دارند. امروز بیننده های عزیز ما پی بردید به جای استراحتگاه، به جای زیارتگاهی مشهور و معروف جمهوری دنیاوی گشته به حضرت داوود به دهه اقصی آمدیم برای تبریک کردن سلیمه خاله که امروز جشن زادروز دارند. امروز تولدشان است. از نام فرزندانشان، از نام ستاره تیمه مرکه مهر جکه کلین ها، البته نبیره ها تبریک میگوییم. آن لحظه ها را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشید. السلام علیکم پدران عزیز، مادران مهربان، زن و بانوان زیبای اقصای عزیز ما، خالجان های دعاگوی ما. من امروز کافته آمدم برای تبریک کردن مادر مهربان، مادر عزیز و غمخوار که امروز جشن زادروز، جشن میلاد عمر خود را جشن گرفته ایستادند. البته با افتخارشان یک قرصک زنیم. اگر سلیمه خاله را تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. سلیمه خاله زادروز مبارک. مولود خجسته را امروز میلاد عمر را مبارک باد میگیم. سلیمه خاله پرسید چه علامه کی آمدگی ما؟ البته از نام فرزندان نه که با یک مهنت حلالتان شما با وای رساندید. گفتم که حاضر بعد از درگذشتن پدرمان در سر ما هم سایبان، هم دعاگوی، هم کتابی پند و اندرس ها، فرشته خاندان ما، دعاگوی به منت ما. خلاص مادر عزیز ما زادروز دارند. در دل چه نیت های نیکشان هست خداوند عزیز جامعه عمل پیشه. امروز نه چند ساله شده؟ نه چند ساله با مادر؟ 18 ساله؟ از یاد کرده میشه. امروز بگذار مانند امروز پر از روزهای خرسندی در خاندانتان باشد. مانند امروز خیلی که دوگانه ها و نزدیکان در اطرافتان برای تبریک کنی آمدن، الان خیلی روزهای خرسندی با آمده شما تبریک کردن گیریم. بگذار 120 ساله شدگیتان به صحت سلامت کرد. یک رستوران کلانی سمرقند با تا اون وقت ممکن در اقصای خودش هم یک رستوران کلان شود و آمده شما تبریک کنیم. از این صف دوستانتان زیاد شوند و کم نشوند. امروز فرزندان عزیز ستاره ما مرکه مهر جکه کلین ها و البته نبیره ها شما را تبریک میگویند. برای مادر ما رسانید که مادر ما یک چشمه مانند اقصای هستند. هیچ وقت خشک نمیشوند. مهرشان سرشار است. دوست می‌داریم مادر ما. چقدر که نقص میبینیم یک روز نبودنشان را تصور کرده نمیتونیم. تا دنیا باشد باشند. هیچ وقت دمی غمی را نبینند. دمی خستگی را نبینند. میرسد فورم به گوشم الله‌های مادرم. زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روضه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست. شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبال محبت های او گشتم کلام. گیر مو بر دیده مالم خاک پای مادرم. پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام. کیستا گویم چی کردم من برای مادرم. امروز سلیمه خاله، خالجان های عزیز، مادر چنان یک ذات بودند که جوانی خودشان را، حیات خودشان را بهر فرزندها فدا میکردند. لیکن بعد از که فرزندها کارگر شدند، دولتمند شدند، فرزندها را فریب میکردند که همین فرزندی من کار کرده است و همون مبلغ گفتگیش خودش و فرزندانش و صرف کند گفتن می الاندن و برایشان میگفتن که فرزندم انمی توفه که به خاطر من آمده است رومال سر 15 سالم را عوض نمیکنم، یا آنکه آن لباسی که 20 سال در تن میکنند نمیخواهند که آن مهنت کرده فرزندها برایشان باشد. مادر عزیز، امروز فرزندان گفتند که مادرم فقط باشند. هر یک گفتنی هایشان را از زبانشان برایشان مهیا میکنیم و البته برایشان رسانید که دلم خواهد روم بر کوی مادر. وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم. ندیدم روی خوش جز روی مادر. هیچ وقت خسته نشوید.
برای انسانیت. من چند سال از سر ما گذشت، پیش از همه سلامتی بوده است، پاندمی ها گذشت، فقط برای شما صحت سلامتی را آرزو میکنیم. تا آمدن حاضر یک خدای عزیزتان که در مسافرت بوده، این صاحبایتی زنگ زدن، فهمیدن که امروز یاد روزشان بوده است، گفتن که الان شده است نمیرید، میگفتن که جا همان جا، البته میرویم. گفتن که یک تنهایی ما تبریک کنید. من هیچ وقت خطا نکردم، همراه آنها خودداری را بستیم. انسان خاکسار، صمیمی، هم خیلی انسانی صمیمی که من فخر میکنم همراه آنها. خدا شده ما نبیره های ما را آن جان مهربان نشان. البته تبریک گوید، زادروزشان مبارک. امروز برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است، برای شما همچه هدیه آماده کردیم. اگر باید خرسنگی بلند زنیم، اگر میسپاریم برنامه. مبارک باشید. البته پورتریتی کلان خاطرمان و تاریخی برای مادرجان عزیز آماده کردن. پیش شما میکشایم یک جویه. مرحمت. مبارک باشه. مرحبا، توپه ها رو میسپاریم. مبارک باشه. البته برای مادران، برای زنبانوان پیش از همه تحفه به بهاترین این مهر و محبت است. بعد از آن دویم جا گلدسته های زیبا میزده. برای گل ریحان خاندان ما، برای گل بهشت خاندان ما دسته گل زیبا. مرحمت. مبارک باشه. مبارک باشه. مبارک باشد. تبریک میگیم. زادروز را مبارک باد میگیم. مبارک باشد. البته حاضر همه فرزندان را تکلیف میکنیم. مرحمت. مبارکه. میسپاریم. آغوش میکنیم مادری عزیز را. مبارک باشد. از نام کلیمی جرده خاندانه مبارک باشد. سترایتی همه ما یک جای مثل وقت شیرینی را بریم از آن تناول کنیم. بیارید پیش شما نزدیکتر. مرحمت. کارت ها تیار باشد. اگر Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. حالا این کس یاش جوان چا میکنیم پیر کده 46 ساله حالی نه گفتن 18 ساله من گفته. حالا پیششون بگذارید پیشتر. شوخی های ما رو نفهمیده نه؟ خیلی نباشد کار باشد اگر پیششان ما میبیاریم. مادر جان شما از ما باید نیستید. مرحمت. کارت ها تیار باشد اگر شما صرف میکنیم. مبارک باشد. فرزندها
Amraka merojaka dori to? Dori. Sharoiti kan ishmo. Xo'sh. Zodiriz muborak. Ro'zi xursandi ro muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Kimyo yanga zodiriz do'shtina. Güzel topishishim bor. Yakjoy imroz برای هر سری شمایان سخنهای تبریکاتی را میشنویم. زادروزتان مبارک. امروز روزی خرسندی را بار دیگر مبارکباد میگویم. زادروزتان بوده است. خیلی که امروز روزی خرسندی مانند سلیما خانم الان خیلی حضور و حلاوت فرزندان را دیده، به اعتبار فرزندها باشه، فقط وقت و کمال فرزندان را دیده گردید. زادروز مبارک. در روز خرسندی نیت‌های نکو را باید بشنویم. من در اینجا در سر یک کت تمام خیش تباران خالجان‌های عزیز استراحت کرده ایستادند. از زبان آنها سخن‌های تبریکاتی را میشنویم. بعد از آن رقص و بازی خرسندی میکنیم. مرحبا. مرحبا. توفه ها را میسپاریم. مبارک باشد. دادران عزیز، من امروز در خاندان سلیماویتی که روز زادروزشان رو گذرانده ایستادم، من این فرصت فایده بردم و این زن مهنتکش عمر دراز رزق فراز می‌طلبم. می‌خواهم همیشه در خدمت فرزندان باشم، پیر نشوم، پیر به دولت شوم، همیشه به حرمت و به عزت باشن الهیم. بگانه جان عزیز، من شما را 100 ساله شده گفته امید میکنم. حقیقت در کوچه سمکه ها در دست گردیم الهیم سکه. همه شما میمانان خوش آمدیتون. رحمت کلام. رحمت. سلامت باشند. مرحبا. السلام علیکم دوگانه جان عزیز. الهی پیر شوی پیری و دولت شوی زور علوات فرزند خود بین من یا گلگر زدنی بودم خیلی دستیم از زن گیلیم کنه کسا اینه بچه کن در رحمت کلان همه قرار 2 ساعت باز ما در همه هفته و شاش نمینم کارتشون آوشه الهیم خیلی چی میگم با همه مایدش خیلی مهنت هم کنیم سمکه هم برداشته کردیم الهیم پیر شویم فرزندو کتی همین به حضور علواتی نیواره های بینه خدا کتم اینای عمری کجایی تا اکنون فرزنده کتا خدا کتا تیایی جایی بایدن هم پدر هم مادر شدن نیواره های اکنون کلان کدن جو بجو کنه اینایی رحمتی کلان همین اکتون برای تشکیل کدگی اکتون شما اکتم رحمتی کلان همین خدا ها مهنت کنه بین یک لگب داشتون دیگونه جا خیلی برخدتا میگم مردش خیلی شما ده مهمونای عزیز سلیمه جون دوگانه جون عزیزم ما سنیف داشته یک جا خوندگی هستیم دوگانه اول مهنتی بودن کتاب نظم میدونستن اقتصادی خوندگی هستن خوندگی ضعیفن برای همین نیخ اویلاشون آسایشته سرشته همه جو بچون دوگانه جون همین خیلی مهنت کیسی مهنتی حلال لقمه حلال داده فرزندای کلان کیسی حضوری همین فرزندای بینید کنه جان کجایی ندیار شرف الهی عمری و فرزندا دتیای همین فرزندا ایواره ها چواره ها کلونو
الپای خوار و دودارود کتی پیر به دولت شدیم برجام درد دیگه یکون چیز نفهمید 100 ساله شدیم خیلی چی گوشتن همه اخصای طبیعت شاید رستنی روش کلوشتم برفای سفید میلویم همه وقت هنو که تر تازه خیستن گردی که بامه جون ما اینش کرد السلام علیکم مهمانان عزیز اجازت فرمایید من در این درگاهی اپای من سلیم اپا توی تنتنه 64 سالگی خود را پیشوا گرفته استفاده من از فرصت استفاده برده و اپای خود عمری دراز رزق فراز همیشه خوشبختی ها میخوام چه آرزوی نیتی که در دل داره عملی گرده همیشه خوشبخت باشی پیش آدمان باشی بر سر اویلت همیشه سغلام باشی رحمتی کنم سلامتی میخوام شما را الهی صحت داره Разрешите поздравить нашу именинницу лично от меня, от нашей, всей нашей многонациональной семьи. Хочу пожелать самое главное, чтобы было крепкое сибирское здоровье. Будет здоровье, будет все. Пускай душа не знает холода, как ясный день, как сад в цвету. Пусть сердце будет всегда молодо, добротой встречая доброту. Поздравляем, обнимаем и целуем много раз. С праздником, наша родная. Ты красавица у нас. السلام علیکم بیبی جان عزیزم تبریک 100 ساله شوه عمری دراز رزقی فراز بینه چیزی که نیتی داره و نیتان رسه همه خورسند باشه در وقت نواره ها در وقت فرزندانتان ساق سلامت باشه بیبی جانم رحمت بادران عزیز نباشدگر میدونیم که از صبح سحر باز برای تبریک نشستیم اکنون میخوایم یک چگلوی پای میکشیم میرقصیم سرودهای رقصی آماده کردیم ما برای شمایان همراهی سلیمه خلا همراهی امروز صاحب جشن ها بس به زیبا رو دام میکنیم کنی خیزم کنی چشمم دور شده
گوشینه میل قرآن وارسه حیثی صدام ترکینه داور شاه وارسه حیثی خودن آسه جمال باری آوری گلارسه سویلم مگه ایزنم
السلام علیکم مهمانان عزیز. برای من یخلا کده همینجا آمدگیتون رحمت کلان من از شما منتظرم. فرزندان خودم همین امید میکردم در آینده نیتای من جامعه عمل پوشید. خدا ده هزاران بار شکر اینایم پیر شوم، پیری به دولت شوم. همسر من که نیستن میخوام که فرزندای من دوامچی همین پدرشون شوند و من ارزی امیدی بایم در همین سایه هاش در همین جاهاش یک بار ارزو حوض کرد خیلی ارمان شد. این من دیدستم خدا با شکر هزاران فرزندان منت دارم. من که میخواستم اینا ارزی حوض من به عمل آوردن. من در یادم نبود که اینا همین خیلی تیاری دیستن. یک دم همین خیلی فهمیدم موندیم آمدن اینا. رحمت کلام برای آمدگیاتون در آینده اینا از خدایم تعالی امید میکنم طلب میکنم که یک جایه با خانواده هاشون اینا هم پیر شوند، پیری به دولت شوند، خودشون آسایند و ارزوی امیدای داداشون ندگیه اینا در عمل اجرا کنند. خوشه پیر شوند میکنم. کوههای سفیدی همین آسمان صفاورین عمرشون دراز صحت سلامتی شوند. رحمت مامور جان، میرا جان فرزند کلانی من، کلونای خوشه کلونای من دختر یک دارم
اینا کتی 3 دختر داشتگی برای من عدسون کارو گرفتم. رحمت کلان من میندارم اکلونم. رحمت کلان برای آمدگیاتون خوش آمده نوری دیده تاج سر با بیای میگم من یخلا کدگی من خواهر من یک آمدم وای اوکاهام آمده رسیدم من خرسندم. رحمت کلان خوش آمده. من بیننده های عزیز این بزم زیبا را زادروز سلیمه خاله را با یک احساسات با یک سورپریز زیبا برگزار کردیم چقدر که با یک کیفیت اعلی ما را پیشواز گرفتند. خرسند هستیم که با چنین پیشوازگیری با چنین نیت‌های نکو بگذار در این خاندان همیشه مانند امروز پر از روزهای خرسندی باشد. با اقصای زمین و سمرقند و جمهوری عزیزمان ازبکستان عزیزمان هیچ وقت چشم نرسد و این خیلی روزهای خرسندی این خیلی آبادی و آزادی و این خیلی وطنهای صاحب استقلال ارزنده و زیبنده است. در خدمت شما جماعت شهنان همیشه در خدمت هستیم و آن لحظه های خرسندی شما را همراهی خود با آن کتاب های زرورکان تاریخی کتاب شهنان مهر می‌سازیم. با ما باشید، با شبکه شهنان صحتمند باشید. امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایا بر جسم و جانم پروا نکردی از جبر دنیا دوا نکردی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم با سرنوازی پرورد ما را بحر جهان آرازی ما را بی تو جهانم معنا ندارد عمر جوانم موا ندارد شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی
جهانها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم شیرین زبانم مادرم ای مهربانم مادرم جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست